میخواییم خلاصه ای از اتفاقاتی که قرار قسمت آخر سریال شربت زغال‌اخته رخ بده رو براتون به اشتراک بذاریم. پس تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشین. در قسمت آخر میبینیم که دعا حضانت جمره رو از فاتح میگیره و با خودش میبره و با شخصی به نام دمیر ازدواج میکنه و از دمیر بچه دار میشه و صاحب یه پسر میشن. فاتح که کاری از دستش ساخته نیست و نمیتونه گندکاریای گذشتش رو جبران کنه، تصمیم میگیره خودکشی کنه که خودش رو حلق‌آویز میکنه و میمیره. نورسما که از امید یه بچه ناقص داره، به خاطر خیانت امید ازش طلاق میگیره و جدا میشه و بعداً نیز به خاطر 5 ازدواج اجباری و ناموفقش کلاً از زندگی بیزار شده و در جنگل زیر یه درخت خودشو آتیش میزنه و به طرز فجیعی میمیره. از اون ور کیویلجیم و عمر که از هم جدا شده بودن دوباره پیش هم بر میگردن و ازدواج میکنن و خیلی دوست دارن که بچه دار بشن، به خاطر همین میرن از پرورشگاه یه بچه رو به فرزندخوندگی میگیرن. بعداً میبینیم عبدالله که به پنبه خیانت کرده بود و میخواد با علو ازدواج کنه، روز عروسیشون فرا میرسه که پنبه عبدالله رو از پله ها هل میده و عبدالله فلج میشه. ولی این کار پنبه باعث جدایی عبدالله و علو نمیشه و در آخر به هم میرسن و ازدواج میکنن. مادر علو وقتی از علو میشنوه که تصمیم گرفته و میخواد با عبدالله که فلج شده ازدواج کنه، سکته میکنه و تا مدتها نمیتونه حرف بزنه. پنبه از اون ور بعد از جداییش از عبدالله حجابشو کنار میذاره و قید عقایدشو میزنه. بعدن میره جمره رو از دعا میدزده و به یه روستای دور افتاده میبره. جمره که به 13 سالگی رسید اونو تو سن پایین و به اجبار شوهر میده. نیلای هم پول کل خونواده رو بالا میکشه و فرار میکنه. چیمن و متیحان عاشق هم شدن و با هم رابطه دارن، ولی وقتی عمر و کیویلجیم از رابطهشون خبردار میشن مخالفت میکنن، چون اونا رو مثل خواهر و برادر میدونستن. عمرم برای اینکه متیحان از چیمن جدا بشه اونو به خارج از کشور میفرسته و چیمن برای خداحافظی از متیحان لباس عروس میپوشه و به فرودگاه میره و برای آخرین بار متیحانو میبوسه و وقتی متیحان میره چیمنم طاقت نمیاره و نمیتونه جدایی از متیحان رو تحمل کنه و همونجا خودشو از پنجره پرت میکنه پایین و میمیره. و وقتی سونمز خبر مرگ چیمن رو میشنوه و قبلا هم که سکته کرده بود نمیتونه مرگ عزیزش رو تحمل کنه و میمیره. اینم از پایان تلخ و دردناک این دو خانواده که در داستان اصلی سریال این اتفاق رخ داده و سرنوشت تلخی رو داشتن، ولی شاید نویسنده سریال همه اتفاقات رو بر اساس داستان اصلیش ننوشته باشه و داستان رو تغییر بده. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. خوشحال میشم نظرتون رو راجع به ویدیو در کامنت ها برامون بنویسین و برای حمایت از ما عضو کانالمون بشید.